سلام بچه، به یه ویدیو دیگه همراه با من خیلی خوش اومدید. امروز اومدم که با هم باشیم امروز تا فردا رو امروز نه، امشب. همجور که میبینین هوا تاریکه. این میزمم امروز آوردم، یعنی خریدم و برام آوردنش و کلا هیچ دکوری بلد نیستم بزنم بهش و چهار تا قفسه این بر و 4 تا این بر داره. اینم یه کتابه که 48 قانون قدرت. خیلی کتاب خوبیه، اما من فقط 2 صفحه اولش رو خوندم و همونطوری که میبینین هر قانون قدرتی که بگین توشه 48 تا قانونه که اینجوری نوشته شده. بعد از اون قانون بعد متن‌های فراوان پر میشه. کلاً همونطور که میبینید چند صفحه؟ 592 صفحه. بله. نویسندش هم رابرت گرین بوده. بله. خب الان که شبه برنامه‌ریزی هم نمیتونیم بکنیم، به جاش میریم خاطره می‌نویسیم. اینو خب میخوام اصول خاطره نوشتن رو بهتون یاد بدم. همونطور که میبینیم من کلی خاطره نوشتم. حالا با هایلایتر من کلا اینجوری قشنگ ننوشتم و این صفحه رو میخوام قشنگ بنویسم. بچه موقع ببینید چقدر خوشگله. ناخونم هم اولای بگم مرداد، الان مردادیم، تیر بود فکر کنم. اولای تیر بود که من ناخن کاشتم و کلا ببینید چقدر بلند شده. بلند شده. خب بریم که با هم یه خودکارم نیاز داریم. خودکار فانتزی رو نمیخوایم، یه خودکار ساده. خب میخوام از این خودکارها استفاده کنم و اینکه بچه همونطور این کتابای اینجاها رو میبینید مال کلاس 8م، یعنی این پایی که امسال یعنی مهر میخوام برم. بله، پایه 8. این مال آشنان این کتابا و کلا گفتم بیارم که از روشون بخونم، ولی خب نخوندم. بریم که خاطرمون رو بنویسیم و شروع کنیم. خب بچه بعد مثلا با یه هایلایتر دیگه اینو اینجوری میکنید. بعدش ساعت و روزم میتونید بنویسید، مثلا امروز 5 شنبه است، ساعت 10 تمام شب.
همونطور که می‌بینید بالای صفحه‌ام صفحاتی که نوشتم رو نوشتم. چی؟ 2000 years later. صفحاتی که خاطره نوشتم، یعنی تعداد برگاهی که تو این دفتره رو عدد گذاری کردم که مثلا الان این خاطره 48میمه و آره. خب شروع میکنیم به توضیح دادن روزمون. مثلا من میگم امروز مثل همیشه از خواب بیدار شدم. خب صورت هم شستم. حالا بریم سراغ تونر بزنیم، یعنی اینجوری. بذاری من نور بذارم. خب پدمون میخوایم. این پده خیلی خوبه. اینجوری خیلی زدم. بعد میزنید رو پوستتون قشنگ. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. Down a lonely road, I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you known them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, yeah, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter. They can say that I'm a sinner cause they love to hate the winner, but I'm never gonna give up. The last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. راستی بچه ها اگر درخواستی دارید توی کامنت ها حتما بگید که من ویدیوشو واسهتون ضبط کنم. من اینجا میخوام درخواستاتون رو بنویسم، ویدیویی که درخواست کردید رو، و حتما واسهتون ویدیوش رو بگیرم. خب بچه ها من توضیحاتمو دادم. هر بلاگی خواستید توی کامنت ها بگید